گاهی فقط یه نفر لازمه که به آدم بگه حالت چطوره؟ چند روز پیش خانومی برای من پیامی فرستاده بود و نوشته بود که اگر اسمم رو نیاری دوست دارم داستان زندگی من رو برای بقیه تعریف کنی. شاید خانومی باشه که حال شبیه من باشه تو این روزها و بفهمه که تنها نیست. وقتی شروع به خوندن پیامش کردم چند دقیقه فقط به صفحه گوشی نگاه میکردم. اون نوشته بود سالها زندگی من فقط خلاصه شده بود در دیگران. صبحها قبل از همه بیدار می شدم. صبحانه رو آماده می کردم. بچه ها رو راهی مدرسه می کردم. حواسم به همسرم بود. اگر مادرم مریض می شد اولین کسی بودم که کنارش می ایستادم. اگر کسی کمکی می خواست همیشه من حاضر بودم. اونقدر مراقب همه بودم که یادم رفت آخرین بار چه زمانی از خودم پرسیده بودم حال خودم چطوره؟ سالها گذشت تا اینکه آروم آروم اتفاقهایی افتاد که اول فکر می‌کردم طبیعی هستن. شبها خوابم نمی برد. گاهی وسط یک گفتگوی معمولی ناگهان احساس گرمای شدید می کردم. حوصله هیچ کس رو نداشتم. بعضی روزها بی دلیل اشک از چشمانم سرازیر می شد. از خودم تعجب می کردم. با خودم می گفتم من که همیشه صبور بودم. چرا اینقدر زود رنج شدم؟ تا اینکه پزشکم به هم گفت شما وارد دوران یائسگی شده. راستش رو بخواین از خود یائسگی نترسیدم. از چیزی ترسیدم که بعد از اون شروع شد. هیچ کس هیچ وقت درباره احساسات این دوره با من حرف نزده بود. همه فقط درباره تغییرات جسمی صحبت می کردن. اما هیچ کس نگفته بود ممکنه یه روز جلوی آینه بایستی و احساس کنی دیگه خودت رو مثل قبل نمیشناسی. وقتی به همسرم میگفتم امروز حالم خوب نیست، گاهی فقط میگفت حتما خسته ای، درست میشه. وقتی حوصله مهمونی رفتن نداشتم، بعضی از اطرافیانم میگفتن اخلاقت خیلی عوض شده. وقتی چیزی یادم میرفت بعضیا با خنده میگفتن داری پیر میشی یا؟ شاید هیچ کدوم قصد ناراحت کردنم رو نداشتن، اما هیچ کدوم هم نمیدونستن پشت همون لبخندهایی که میزدم هر روز چقدر تلاش میکردم فقط خودم رو از لحاظ روحی سر پا نگه دارم. تا اینکه یه روز دخترم آروم کنارم نشست، خیلی مهربون به هم گفت مامان احساس میکنم چند وقته خیلی ناراحتی. دوست داری با من حرف بزنی؟ اون لحظه بود که بغضم شکست. سالها من شنونده همه بودم. اون روز برای اولین بار کسی شنونده من شد. بعد از اون روز تصمیم گرفتم فقط از دیگران مراقبت نکنم، از خودم هم مراقبت کنم. شروع کردم به پیاده روی، دوباره کتاب خوندم، با پزشکم درباره احساساتم صحبت کردم. اگه لازم بود از مشاور کمک گرفتم. یاد گرفتم کمک خواستن نشونه ضعف نیست.
یاد گرفتم اگه یه روز خستم لازم نیست نقش آدمای قوی رو بازی کنم. امروز هنوز همون مادرم، همون همسرم، همون دختر خانواده هستم. اما یه تفاوت بزرگ دارم. حالا میدونم اگر خودم رو فراموش کنم دیگه نمیتونم تکیهگاه خوبی برای کسایی باشم که دوستشون دارم. ما آخر پیامش چیزی نوشته بود که هر وقت یادم میفته حالم دگرگون میشه. نوشته بود میخواهم از خانوادم تشکر کنم. شاید نتونستن درد منو از بین ببرن، اما کاری کردن که دیگه احساس نکنم با این درد تنها هستم. فقط کنارم ماندن، به حرفام گوش دادن، دستم رو گرفتن و کمک کردن دوباره خودم رو پیدا کنم. آن روز فهمیدم گاهی محبت یعنی عجله نکردن برای نصیحت کردن. قبل از هر چیز به یاد داشته باش اگر مادرت، همسرت یا خواهرت این روزهای سختی رو میگذرونن یا میدونی که درگیر دوران یائسگی هستن، قبل از اینکه رفتارهاشون رو قضاوت کنی فقط کنارشون بنشین، نگاهشون کن و خیلی آروم ازشون بپرس حالت چطوره؟ گاهی آدما بیشتر از این که به یه راه حل نیاز داشته باشن فقط نیاز دارن کسی واقعا حالشون رو بپرسه. یائسگی پایان زن بودن نیست، پایان عشق نیست، پایان مهربانی نیست. یائسگی فقط فصل جدیدی از زندگی یک زن هستش، فصلی که اگر با درک و احترام خانواده روبرو بشه میتونه خیلی آروم سپری بشه. آرزو میکنم هیچ زنی در این دوران احساس تنهایی نکنه و هیچ خانواده‌ای از کنار این تغییرات ساده عبور نکنه. گاهی فهمیده شدن از هر درمونی آرام بخش تره.